بار دیگر السلام علیکم دوستان عزیز. با شما هستم قربانزاده محسن. امیدوارم احوالتان خوب است و ما ادامه میدهیم به حل کردن مسئله های المپیادای جمهوریوی. ما مسئله های المپیادای جمهوریوی خوانندگان صنف های 11 رو به اتمام رسانیدیم، به آخر رسانیدیم و مسئله های تستی، یعنی مسئله های تستی چهارباله خوانندگان صنف های 10 رو نیز به آخر رسانیدیم. 10 تا تست رو حل کردیم و امروز باشد رسیدیم به مسئله های کارهای خطی خوانندگان صنف های 11 صنف های 10. ما تست آن را به آخر رساندیم و این مسئله اولینی خوانندگان صنف های 10 می باشد، مسئله کاری خطی. شرطش را طوری که میبینید در اکران گذاشتم. اکنون بینید شرط مسئله چون است که ورتالیوت با سرعت 108 کیلومتر تقسیم ساعت، ما همین سرعت را با V1 اشاره کردیم و در رسم نشان دادیم. ورتالیوت با سرعت 108 کیلومتر تقسیم ساعت راست به سوی شمال حرکت میکند. اشاره این شرط را خطا میفهمند، فکر میکنند که اول سرعت ورتالیوت 108 کیلومتر تقسیم ساعت بود، بعد با تاثیر شمال سرعت آن سمتش عوض شد، ولی نه، سرعت نتیجوی ای شمال انا همین 108 کیلومتر تقسیم ساعت است، همین V1 است. یعنی ما باید بدانیم که در نتیجه در عموم ورتالیوت به سمت شمال حرکت کرده ایستاده است و برای اون که حرکتش رو به این سمت نگاه دارد، تغییر ندهد، اون باید کمی سمت ورتالیوت باید تحت یکم کنج به مایل کند تا که در آخر همین سرعت نتیجوی حاصل شود. من آن رو در رسم نشان میدهم. شمال تحت کنج 45 گرادوس به سمت شمال و غرب. ما میتوانیم این طور وکتوری انا همین سرعت شمال رو انا همین طور تصویر کنیم، ولی برای اون که ما با وکتورها کار کرده ایستادیم باید سومای دو وکتور یک وکتور نتیجوی دیگر رو حاصل کند. برای همین ما کوشش میکنیم که انا همین سمت سرعت شمال، وکتور سرعت شمال رو چنین تصویر کنیم. فرض کردیم چنین تصویر میکنیم و این سمت سرعت شمال میباشد و خود قیمت سرعت شمال به ما معلوم نیست. اکنون بیاید سمت سرعت خودی ورتالیوت سرعت نتیجویش نیست، ولی سرعت آن نسبت به هوا، یعنی نسبت به شمال، سرعت ورتالیوت رو نسبت به شمال سمتش رو وکتور آن رو تصویر میکنیم. سرعت ورتالیوت نسبت به هوا و آن را خودی مثلا با او اشاره کرده است و مثلا میپرسد که انا همین او و و را یابید و اینچنین مثلا در مثلا گفته شده است که سمت سرعت شمال نسبت به مریدیان کنج 45 درجه را تشکیل میدهد. یعنی انا همین کنج الفا میگویم اون رو 45 درجه هست و باز مسئله به ما معلوم ساخته است که ورتالیوت سمت پرواز خود رو یعنی ورتالیوت کمی سمت پرواز خود رو تغییر میدهد، ولی در نتیجه تاثیر شمال باز آن همون در نتیجه در یک خط راست که به سمت شمال روان است پروازش رو ادامه میدهد. در اینجا با اولش 30 درجه تاب میخورد ورتالیوت. البته ورتالیوت باید انا همین کنج کشی 30 درجه گفته است، انا همین کنج میباشد. بیاید اون رو با یگم بیتا اشاره میکنیم و کنجی که در اینجا داریم این رو با گاما اشاره میکنیم. انا گاما. اکنون چطوری که ما از رسم دیده ایستاده ایم، در اینجا ما باید و و او رو پیدا کنیم. و یک باشد و ما معلوم است. مشکلی مسئله در اون است که ما باید فقط مسئله رو فهمیم، شرط اون رو خوب فهمیم و رسمش رو درست تصویر نماییم و بعد از این فقط با نوشتن تئورم سینوس ها ما میتوانیم که با آسانی تنها با نوشتن تئورم سینوس ها ممکن است با تئورم کوسینوس ها هم حل کردن ممکن است و ما خوبترش تئورم سینوس ها رو استفاده میبریم چون که خلایتر است با واسطه تئورم سینوس ها این مسئله رو حل کردن. در اینجا V1 با کنج گاما مقابل است V1 تقسیم سینوسی
گاما برابر است به و باشد به کنج بتا مقابل است و تقسیم سینوس بتا برابر است به مقابل کنج الفا باشد حرف سرعت او ایستاده است او تقسیم سینوس الفا. اکنون این معادله رو قید کرده میگذاریم در اینجا ولی ادامه میدهیم و معلوم میکنیم انیق میکنیم که الفا بتا و گاما به چی برابر هستند. در اینجا می‌نویسیم که الفا برابر است موافق شرط مسئله 45 درجه نسبت به مریدیان. البته مریدیان رو ما میدونیم که از جنوب به شمال روانه است، خط عمودی است، بس همسمت به صورت V1 است. یعنی الفا 45 درجه، بتا رو ما میدونیم که 30 درجه است. خود شرط مسئله گفته است که ورتالیات سمتش رو 30 درجه تا تغییر میدهد، 30 درجه. و از اینجا از هر دو اینها استفاده بوده ما میتونیم انا اون گاما رو پیدا کنیم. یعنی سوم کنجای سه کنجه این 180 درجه می باشد. از 180 درجه الفا و بتا رو طرح کرده گاما رو حاصل کردن ممکن است. 180 طرح 45 طرح 30 150 105 گرادوس. 180 طرح 45 طرح 30 150 طرح 45 105 گرادوس. اگر خطا نکنم 105 درجه. اکنون بینید که الفا بتا و گاما با ما معلوم است. ما میتوانیم از انا همین معادله همین قسم معادله رو استفاده برده طوری که میبینید انا همین قسمش رو استفاده برده و رو پیدا کنیم. بیاید همین طور میکنیم. و از اینجا برابر میشه. یه بار دیگر من می نویسم چون که فهموتر شد برای شما. و یک تقسیم سینوسی گاما برابر است با و تقسیم سینوسی بتا. از اینجا من میوبم و رو پیدا میکنم و برابر میشود با و یک ضربی سینوسی بتا. بتا ما این 30 درجه 30 درجه تقسیم سینوسی گاما. سینوسی گاما ما باشد سینوسی 105 درجه. تمام. قیمت های عددی رو گذاشته حساب میکنیم. و برابر می شود با و یکی ما 108 کیلومتر تقسیم ساعت. این می شود 30 متر تقسیم ثانیه به فکرم. بله 30 متر تقسیم ثانیه. 30 متر تقسیم ثانیه ضربی سینوس 30 درجه. این می شود 0.5. سینوس 105 درجه رو حضور می بینید. سینوس 105 درجه این میشده است 0.956 تقریبا 0.956 سینوسی راست 0.5. بله جواب رو حاصل میکنیم. 30 ضرب 0.5 تقسیم 0 از تقسیم همین جوابی که ما حاصل کرده برابر میشه با 15.5 تقریبا 15.5 متر تقسیم ثانیه. بله اکنون انا همین معادله که ما در بالا قید کردیم از این قسمتش استفاده برده ما او رو پیدا میکنیم. یعنی از این قسمت نه، از انا همین برابری، از برابری انا این و اعضای سیوم کسری سیوم. بیایید اکنون از این استفاده برده او رو پیدا میسازیم. ما داریم و1 تقسیم سینوسی الفا بود. همین طور یا نه؟ و1 تقسیم سینوسی گاما. بینید و1 تقسیم سینوسی گاما و او تقسیم سینوسی الفا. و1 تقسیم سینوسی گاما برابر است با او تقسیم سینوسی الفا. کوشش کنید که در اینجا با خط خود اهمیت دهید چون که در آنجا ممکن است که بجای و او نویسید یا اینکه بجای او و نویسید. کوشش کنید که همین فرقیت بین حرفای شما باشد. حرف او شما از حرف و شما فرق کند.
چون اگر این نباشد ممکن خطاگی ها به خطاگی ها راه دهید. برای همین در این چیز هم کمی اهمیت دهید. از اینجا او رو پیدا میکنیم. او برابر می شود به V1 ضرب سینوس الفا تقسیم سینوس گاما. باز هم قیمت های عددی رو گذاشته حساب میکنیم. V1 ما باز همون 30 متر تقسیم ثانیه ضرب، در اینجا ما درست حساب کردیم به فکرم. بله، سینوس الفا، الفا ما چند درجه؟ الفا ما 45 درجه، گاما ما باشد 105 درجه. سینوس 45 درجه این میشود 0.707. من این در یادم هست. و سینوس 105 رو چطوری که ما علاقه حساب کردیم 0.56 میشود. برابری اکنون حساب میکنیم. 30 ضرب 0.707 تقسیمی 0.956 0.965 بوده است. در اینجا من کمی خطا کردم، ببخشید. 0.965 و جواب 21 از 9 تقریبا 22، یا اینکه 21.96 متر تقسیم ثانیه. یعنی سرعت شمال برابر بوده است با 15.5 متر تقسیم ثانیه. سرعت خودی چرخبال با 21.96 یا اینکه 21.96 یا اینکه تقریبا 22 متر تقسیم ثانیه برابر بوده است. و در نتیجه همون سرعت نتیجوی 30 متر تقسیم ثانیه حاصل می شود. این بود مسئله یکمی المپیادای خوانندگان صنف‌های 10. اکنون مسئله دوم. نقطه از روی معادله x برابر a سینوس 5 پیته y برابر a کاسینوس 5 پیته حرکت میکند. معادله تراکتوری حرکت نقطه را یابید و گرافیک وابسته y از x را سازید. البته پیشکی گفتنی هم که من باید در یکم مسئله این سخن رو قید میکردم که شما میتونید ویدیو را پاوز کردن او رو پاوز کرده همین مسئله ها رو مستقلانه خودتون حل کنید و بعد از آن که حل میکنید با حل ما با جواب ما مقایسه نمایید. البته این خیلی خوب میشود، چند مرتبه فهمش شما رو زیاد میگردوند. اگر پیشکی شما مسئله رو یک بار حل کنید و بعد حل اون رو بینید و با حل من مقایسه کنید. بینید در این مسئله نقطه از روی معادله x برابر a سینوس 5 پیته. یک بار من این معادله رو می نویسم. x برابر a سینوس 5 پی ت، y برابر b کوسینوس 5 پی ت. اکنون بینید معادله تراکتوری چیست باید ما دونیم. در اینجا معادله تراکتوری حرکت نقطه را یابید و گرافیک وابستگی y از x را سازید. خود معادله تراکتوری همون وابستگی y از x می باشد. یعنی معادله تراکتوری این وابستگی y از x رو معادله تراکتوری هم مینامند. معادله تراکتوری معادله تراکتوری معادله وابستگی y از x می باشد که در آنجا تغییر یابنده x بوده همون فونکسیای ما y می باشد. یعنی در اینجا باید غیر از x تغییر یابنده دیگری نداشته باشیم. یعنی t چطوری که میدونیم تغییر یابنده است، t باید نباشد. یعنی ما باید t رو گزارش کرده وابستگی x از y از x رو پیدا کنیم. t ما در داخل همین سینوس قرار دارد. چطور اون رو از آنجا بروریم؟ این کمی سوال میشد برای بسیاری ها، ولی اونقدر مشکل نیست. بیایید همین 5 پی ت رو یکم الفا قبول کنیم. 5 پی ت رو یکم الفا قبول میکنیم. پس y برابر میشود با ب کوسینوس 5 پی ت، یعنی y برابر ب کوسینوس الفا. x برابر a سینوس 5 پی ت، یعنی a سینوس الفا. در اینجا
فرمولا هست، فرمولای تریگونومتری سینوس کвадрати الفا جمع کوسینوس کвадрati الفا برابر 1. در داخل الفا ما ت است، یعنی 5 پی ت رو ما با الفا اشاره کردیم. بیاید در اینجا 5 پی ت برابر الفا قید کرده گذاریم. 5 پی ت رو ما با الفا برابر کرده گذاشتیم. اکنون y برابر ب کوسینوس الفا، سینوس و کوسینوس الفا رو پیدا میکنیم. سینوس الفا برابر میشود به x تقسیم a، کوسینوس الفا از مدل بالایی y تقسیم b. انا اینها رو در این مدل گذاشته حاصل میکنیم. سینوس ما این x تقسیم a در کوادرات جمع کوسینوس ما این y تقسیم b هر کوادرات برابر 1. اکنون ببینیم چطوری که میبینیم یک مدل حاصل کردیم که وابستگی y از x است. مدل تراکتور رو بیاید حاصل کنیم. در اصل این مدل تراکتوری هست، ولی از بس که مدل تراکتور رو ما گفتیم وابستگی y از x هست، یعنی ما باید y رو با واسطه x یابیم. بیاید y رو از همین مدل میابیم. انا همین قسم مدل رو با این طرف میگذارونیم. بیاید این رو اول در اینجا قید کردم میگذاریم ایستاد و ما لازم میشود حالا y تقسیم y کوادرات تقسیم b کوادرات میشود، یعنی کوادراتی ضرب یکم عددهای تقسیم آنها. وقتی که ما ضرب تقسیم یکم عددها رو در عموم به کوادرات میبرداریم، یعنی هر یک آنها در علیحدگی به کوادرات برداشته میشوند. این برابر میشود به یک طرح x تقسیم b x تقسیم a کوادرات. از اینجا y رو میابیم، میشود y برابر b ریشه از هر دو طرف ریشه میگیرم یک بار یک طرح x تقسیم a در کوادرات. این مدل تراکتور ما انا همین میباشد. یک جواب مسئله. دوم جواب ما باید گرافیک وابستگی انا همین مدل رو یابیم و نگفته نماند که انا همین رو من برای این قید کردم که انا همین مدل x تقسیم a در کوادرات جمع y تقسیم b در کوادرات من برای آن قید کردم که این مدل الیپس است. تصویرم در الجبرای صنف 9 هست. تراکتوری جسم الیپس شکل می باشد. حاضر ما در اینجا الیپس رو تصویر میکنیم. الیپس و انا این الیپس. انا این تیری y این تیری y و این تیری x ما می باشد. اکنون هر یک مدل باید یک معنای داشته باشد. ما فهمیدیم که در اینجا جسم از روی انا همین تراکتور چرخ زدن میگیرد، ولی کوفیشنت های a و b در اینجا چی می باشند، چی هستند؟ ما باید دانیم. کوفیشنت های a و b این نیمتیرهای کلان و خردی انا همین الیپس. چطوری که ما میدونیم الیپس از نیمتیرها عبارت است، یعنی مسافه از انا همین مرکز الیپس نقطه O تو نقطه که در آنجا تو نقطه زیادترین تیری y این نیمتیری خرد و از نقطه A تو نقطه زیادترین تیری x این نیمتیری کلانی الیپس نامیده میشود. نیمتیری کلان در اینجا A، نیمتیری خرد باشد B می باشد. دوستان عزیز با این با درس امروزه هم خاتمه میبخشیم و در درس های آینده خدا خواهد به حل کردن دوام مسئله های المپیاد جمهوریوی ادامه میدهیم. تا درس های دیگر تنسیحت خون آباد و شاد و پیروز باشید دوستان عزیز و گرامی.